توی درس میخوام راجع به آزمون میانگین دو جامعه یا تیر دو نمونه‌ای صحبت کنم. برای این کار اول میرم توی لینک این درس توی وبسایت amarafa.com آزمون میانگین دو جامعه. آزمون تیر رو میتونیم به 3 قسمت تقسیم کنیم و بگیم که 3 نوع آزمون تیر داریم. یکیش آزمون تیر یک نمونه‌ایه که بررسی میانگین یک متغیر می‌پردازه. دومیش آزمون تیر دو نمونه‌ایه که موضوع بحث الان ما هست که به بررسی میانگین یک متغیر که 2 سطح داره توی یک متغیر کمی دیگه می‌پردازه. و سومیش هم آزمون تیر یا مقایسه زوجی که به بررسی میانگین 2 تا متغیر کمی توش پرداخته میشه. راجع به آزمون تیر یک نمونه‌ای و تیر زوجی توی درس‌های گذشته و البته آینده این درس صحبت شده. اینجا موضوع آزمون تیر دو نمونه‌ایه که میتونیم مثال‌هایی براش در نظر بگیریم. مثلا فرض کنید که تفاوت قد زنان و مردان، ما میایم میانگین قد زنان و مردان رو بررسی میکنیم که توی این مثالمون جنسیت یک متغیر 2 سطحیه که زن و مرده و قد یک متغیر کمیه که ما میایم میانگینشون رو تفاوت زنان و مردان رو توشون بررسی میکنیم. میتونیم یه مثال دیگه هم اینجا بگیم، مثلا بررسی تفاوت نظر مدیران و کارمندان که اگر نظر مدیران کمی باشه، نوع کار که مدیر یا کارمند باشه متغیر 2 سطحی مونه و نظر که اگر کمی باشه متغیر کمی مونه که ما میایم بررسی میکنیم و میانگین ها رو نگاه میکنیم و تفاوت میانگین این 2 تا سطح رو با هم مقایسه میکنیم. ما یه فرایند اینجا آوردیم، فرایند آزمون تیر دو نمونه‌ایه که تو مرحله اول همونطور که توی درس‌های گذشته دیدیم، ما قبل از اینکه آزمون استنباطی رو بگیریم همیشه یک سطح خطایی رو در نظر میگیریم که این سطح خطا معمولاً 5%. و بعد از اینکه آزمون رو انجام دادیم هم یک سطح معنیداری به دست میاریم که این سطح معنیداری رو با سطح خطا مقایسه میکنیم. توی مرحله بعدی مشخص میکنیم که کدوم یکی از گروه ها رو میخوایم وارد تحلیل کنیم. بعدش توی این منویی که توی نرم افزار هست آزمون رو میگیریم و توی مرحله بعد خروجی ها رو نگاه میکنیم. وقتی که آزمون رو میگیرید یک حالت های ایجاد میشه که اجازه بدید اینا رو توی نرم افزار مرحله به مرحله پیش بریم که مطلب جا بیفته برامون. بذارید نرم افزار SPSS رو من باز کنم. فرض کنید که اینجا فایل دادم هست، من نیازه که یک متغیر 2 سطحی اینجا داشته باشم. متغیر جنسیت سعی کنم داده های فرضی اینجا وارد کنم. حالا زیادم نیازی که کیس های زیادی داشته باشم، من از کیس 3.8 میکنم. میرم تو قسمت انالایز، کمپیرینگ ایندیپندنت سامپل تست. اگر تو اینجا نگاه کنیم اینجاست کاری که ما داریم که اینجا هم اینجا باید وان برداشته باشه از اینجا، ولی به هر حال این مسیر هست. ما توی قسمت گروپینگ وریبل جنسیت رو وارد میکنیم. مثلا فرض کنید که نظرات مردان و زنان رو میخوایم بررسی کنیم میانگینشون. توی قسمت گروپینگ وریبل زنان و مردان رو وارد میکنیم متغیرش رو
اینجا گفتیم که باید مشخص کنیم ترتیب دو گروه برای ورود چی باشه که ما یک رو مرد تعریف کردیم توی گروهمون. ما میگیم گروه یک یعنی مردان رو اول وارد تحصیل میکنیم، بعدش گروه دو رو که زنان بود رو وارد تحصیل میکنیم. حالا اینو جلوتر بهتون میگم که دقیق‌تر این یک و دو چی هستن. و حالا فرض کنید که نظرات مردان و زنان توی این سوال Q1 مشخص شده. و وقتی که اوکی رو میزنم، دو تا خروجی برای من نرم افزار نمایش میذاره که اولی مربوط به آمار توصیفی زیاد بهش توجه نمی‌کنید، دومی آزمون تی دو نمونه رو خروجیش نشون میده. الان اگر دقت کنید اینجا ما دو تا سطر داریم، سطر اول و سطر دوم. اولی گفته اگر واریانس ها برابر فرض بشه، اگر واریانس ها برابر فرض نشه. شما وقتی که میخواید میانگین دو تا جامعه رو بر مبنای توضیحاتی تفاوتشون رو دو تا سطح رو بررسی کنید، باید ببینید که آیا واریانس متغیرهاتون برابر هست یا برابر نیست. برای این کار دوباره این نمودار رو نگاه کنید. ما باید تست برابری واریانس ها یا آزمون لوین رو انجام بدیم. توی آزمون لوین اگر سطح معنیداری کمتر از سطح خطا بیاد، برابر نبودن واریانس ها رو باید نتیجه بگیریم. اگر بیشتر بیاد، برابر بودن واریانس ها رو باید نتیجه بگیریم. اینجا میبینید بیشتر از 500 اومده آزمون لوین، پس نتیجه میگیریم که واریانس ها با هم برابره. پس باید به خط اول توجه کنیم که گفته واریانس ها با هم برابره. اگر این کمتر از 500 بود، باید میرفتیم به نتایج خط دوم نگاه میکردیم و خط اول رو در کل به حساب بیخیال میشدیم. پس اولا توی تحلیل نتایج خروجی آزمون تی دو نمونه‌ای باید به آزمون لوین توجه کنید. اگر کمتر از 500 بود سطح معنیداری آزمون لوین، به خط دوم مراجعه میکنید. اگر بیشتر از 500 بود، به خط اول مراجعه میکنید. حالا ببینیم نتایج خط اول به چه صورتی هست. بریم دوباره سراغ نمودار. فرض کنید که بیشتر شدن سطح معنیداری از سطح خطا، یعنی تو این حالتی که برای ما پیش اومده توی سمت چپ، ما برابر بودن واریانس رو باید نتیجه بگیریم. بعد میریم توجه به سیک یا سطح معنیداری سطر اول خروجی، یعنی همون سطر اولی که بود، و میایم سطح معنیداری رو بهش توجه میکنیم. اینجا اگر کمتر شدن سطح معنیداری از سطح خطا باشه، ما میفهمیم که میانگین دو تا گروه متفاوته، یعنی میانگین زن و مرد با هم متفاوت هست. اگر بیشتر باشه که میفهمیم که تفاوتی بین میانگین ها وجود نداره. بریم اینجا سطح معنیداری رو توی سطح اول نگاه کنیم ببینیم چه حالتی ایجاد شده. اینجا سطح معنیداری تو سطح اول 59 صدم اومده. 59 یعنی 59 هزارم. از اونجایی که این مقدار بیشتر از 500 ما سطح خطا رو میتونیم هر چیزی در نظر بگیریم با توجه به ادبیات پژوهشی مشخص میشه. مرحله اول چون که بیشتر از این 500 یا سطح خطا هست، پس نتیجه میگیریم که میانگین دو تا گروه متغیر، دو تا جامعه‌مون به حساب با هم برابره. پس به کجا میرسیم تو این نمودار؟ به اینجا میرسیم که سطح معنیداری از سطح خطا بیشتره، پس عدم تفاوت میانگین دو تا جامعه دست میاد. پس ما میرسیم به انتهای فرآیند که مشخص میشه. پس ما توی تحلیل خروجی ها چجوری اومدیم توی آزمون لوین بیشتر شدن سطح معنیداری از سطح خطا اومد، ما برابر بودن واریانس ها رو نتیجه گرفتیم، رفتیم به سیلی سطح اول توجه کردیم و
دیدیم که سطح معنیداری بیشتر از سطح خطا بود. حالا بیایید فرض کنیم که یک حالت دیگه‌ای برای ما ایجاد شده. مثلا فرض کنید که اینجا به جای 700 این حالت بود. اینجا ادیت کردم خروجی رو شما این کار رو نکنید، ولی به هر حال ببینید اگر به این صورت آزمون لوین اومد، ما نتیجه میگیریم که باید بریم به سطر دوم نگاه کنیم و نتیجه سطر دوم رو نگاه کنیم. حالا میایم اینجا سطح معنیداری رو نگاه میکنیم، بازم این چون بیشتر از 500 نتیجه میگیریم که تفاوتی بین نظرات زنان و مردان وجود نداره. من حالا اگر این رو بر فرض مثال 200 در نظر بگیرم، اینجا گردش کرد نرم افزار شد 300، چون سطح معنیداری کمتر از سطح خطا اومد، پس نتیجه میگیرم که میانگین ها با هم متفاوته، یعنی میانگین نظرات مردان و زنها با هم متفاوته. حالا اینجا ممکنه چند حالت پیش بیاد، یعنی دو حالت در اصل پیش میاد و اونم اینه که یا میانگین مردا بیشتره یا میانگین زنها بیشتره. بیایید توی نمودار اون حالتش رو نگاه کنیم. ما اینجا به اینجا میرسیم، کمتر شدن سطح معنیداری از سطح خطا، یعنی اینجا سطح معنیداری 300 به دست اومد که سطح خطا 5% و 500 چون کمتر شده اونجا رسیدیم. ما میفهمیم که وجود تفاوت بین میانگین دو گروه هست. حالا برای اینکه بفهمیم کدوم میانگین بیشتره باید حد بالا و حد پایین رو نگاه کنیم. اگه هر دو مثبت باشه، بیشتر بودن میانگین گروه اول رو نتیجه میگیریم. اگه هر دو منفی باشه، کمتر بودن میانگین گروه اول رو نتیجه میگیریم. اگه یکی مثبت و یکی منفی باشه، عدم تفاوت بین دو تا گروه نتیجه گرفته میشه. حالا همون بحث این که بهتون گفتم که گروه 1 و 2 چی هست اینجا مشخص میشه. ما گروه اولمون رو مردان تعریف کرده بودیم، پس اگر هر دو مثبت بشن ما نتیجه میگیریم که میانگین مردان، نظر مردان بیشتر از نظر زنانه. اگه هر دو منفی باشه نتیجه میگیریم که کمتر از نظر زنانه. بریم اینجا نگاه کنیم ببینیم چه حالت پیش میاد. اینجا سطح معنیداری 300 اومد و اینجا حد بالا و حد پایین رو نگاه کنیم. ببینید توی حالت معمول یه همچین قضیه‌ای پیش نمیاد. ما اومدیم توی خروجی دست بردیم و از اونجایی که نمی‌بدیم جلوتر رو نگاه کنیم این حالت برامون پیش اومد. ما توی این حالت یکی مثبت و یکی منفی هیچ موقع ایجاد نمیشه وقتی به سطح معنیداری کمتر از سطح خطا است. خیلی نادره که این قضیه پیش بیاد. معمولاً به این صورت در میاد نتیجه که یا دوتا مثبت میشه یا دوتا منفی، که اگر این حالت پیش بیاد نتیجه میگیریم که میانگین گروه اولی که وارد تحلیل کردیم بیشتره، که یعنی همون میانگین مردان. پس دقت کنید اینجا وقتی که میایم توی کامپرنینگز توی دیپندنت سامپل تست توی این قسمت دیفاین گروه، هر گروهی رو که اول وارد کنیم بعداً میتونیم اینجوری نتایج رو بررسی کنیم. اگر اینجا زنان رو وارد کرده بودیم به عنوان گروه 1 و مردان رو به عنوان گروه 2 تعریف کرده بودیم، اگر اینجا مثبت می بود نتایج رو باید برعکس تفسیر می‌کردیم، یعنی اینکه می‌گفتیم مثلا میانگین زنان بیشتر از مردانه چون که اینجا 2 منهای 1 کردیم. در اصل ما اینجا تفاوت‌ها رو بررسی می‌کنیم و هر چقدر که تفاوت‌ها علامتشون مثبت و منفی باشه اینجا میتونیم بیایم تفسیر کنیم نتایج. حالا من از اونجایی که اینجا نتایج رو دست بردم توش سعی می‌کنم که یک بار دیگه اینو راجع به یه متغیر دیگه انجام بدم به عنوان مروری بر این مفاهیم که الان گفتم. Analyze, compare means, sample to test
و به جای Q1 Q6 رو وارد میکنم. توی قسمت گروپینگ وریبل مردان رو وارد میکنم و 2 هم زنان رو کانتینیو رو میزنم و روی اوکی کلیک میکنم. آزمون لوین سطح معنیداریش بیشتر از 500 اومده، پس من نتیجه میگیرم با 3 برابره. به خط اول توجه میکنم، بعد میرم توی قسمت بعدی میبینم که سطح معنیداری بیشتر از سطح خطا که 5% اومده، یعنی اینجا از نتیجه میگیرم عدم تفاوت میان دو تا گروه رو دارم و میرم گزارش تحلیل رو به همین صورتی که من بهتون گفتم مینویسم. خب به انتهای این درس رسیدیم. امیدوارم که مطالب این درس براتون سودمند باشه و اگر توضیحات بیشتری راجع به فرض آماری و جزئیات آماری نیاز داشتید میتونید این درس و این قسمت به خصوص اینجا رو بخونید. من سعی کردم زیاد توی جزئیات آماری نرم، ولی به هر حال امیدوارم که مثمر ثمر واقع شده باشه. اگر میخواید خودتون رو بیازمایید یا دانشتون رو بدونید راجع به این آزمون چقدر، بیاد این قسمت و روی خودآزمایی کلیک کنید و اگر این درس به نظرتون مفیده خواهش میکنم که روی این لینک‌های به اشتراک گذاری کلیک کنید تا حمایتی بشه برای ما برای دیده شدن بیشتر صفحات. خیلی متشکرم از شما. تا درس آینده، خدا نگهدار.